من داوود وجودی، مدیر عامل شرکت تولید صنعتی وجودی، تولید کننده قطعات خودروهای ایرانی، چینی و کره‌ای. مجموعه تاش، تولیدی تاش به مدیر عاملی جناب آقای دکتر باقری که از محصولاتشون ما در تمام زمینه‌های مورد استفاده این کارخونه استفاده کردیم، اظهار رضایتمندی و رضایت رو داریم با لباسکارهایی که واسه این مجموعه دوخته از نظر کیفی، از نظر دوخت، از نظر کیفیت پارچه و قیمت تمام شده که شرکت ها میده کاملا با جاهای دیگه مغایر بوده، خیلی نازل بوده و اظهار رضایت داریم. در همین راستا توصیه میکنم هم صنعتان این شهرک از تولیدات ایشون پشتیبانی کنن، برای کارگاه هاشون، سالن های غذاخوریشون، کلا در امور شرکت خودشون و حالا لباسکار بیمارستانی باشه، لباسکار فضای سبزی باشه، لباسکار در هر زمینه. و از دوستانم شنیدم که اظهار رضایت داشتم، مخصوصا کیفیت پارچه و دوخت سه سوزنی این شرکت. اکثر شرکت ها با یک سوزن میدوزن، ولی شرکتی که آقای دکتر تأسیس کردن سه سوزن است و قابل رؤیت و دیده که این باعث میشه این لباسکار خیلی بیشتر از حد معمول کار کنه.